توجیکستان روز 20 آگوست بیگلینوف محمدشاه جمایویچ با جرم کشتار برادرش رمضان بیگلینوف به 20 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت محمدشاه بیگلینوف روز 26 اپریل سال جاری طریق تلفن از پدرش خبر یافت است که برادرش رمضان پدرش را برای نوشیدن مشروبات از خانه پیش کرده است. او بعد این در فکر نقل گرفتن از برادرش شده صبح بر وقت 27 اپریل به محله زیست برادرش دهه گلبوته نوی رودکی اومده پنهانی وارد خانه او شده است و برادرش رمضان را در حالی که خواب بود با 10 ضرب کرد فینکا کشته است. بنا به گزارش دادستانی کل بیگلینوف از بالای سینتور گرد باغ منزل استقامتیشان آزادانه گذشته وارد تاخانه شده لباس ورزشی رنگش سیاه را همچون نقاب به سرش بسته برای عمل نمودن جنایت مذکور طریق تریزه دهلیز وارد حجره استقامتی شده از داخل صندوق آهنین کرد صنعتی فینکای برادرش رو گرفته به حجره خواب آخران در آمدن می‌بیند که نام برده در حالت عاجز یعنی خواب میباشد و کرد مذکور را به دست راستش گرفته با بیرحمی مخصوص به گردن و قفس سینه برادرش 10 مرتبه ضربه زده جراحت‌های جسمانی خلنده و برنده رسانیده است که در نتیجه برادرش در جای حادثه به هلاکت رسیده است.